کریستیانو رونالدو چقدر پول کار میکند. این رو شما میتونید که حاضر فهمید و پیش از ویدیو رو سر کردن در کانال ما ابونه شوید و در ویدیو لایک مونید. ما سر کردیم رفتیم. سلام علیکم دوستان، با شما پیجی ابراز تیوی و امروز من با شما رونالدو چقدر پول کار میکنند میگویم و در آخر همش رو حساب کردن میبریم و میفهمیم که رونالدو در یک دقیقه و در یک ثانیه چقدر پول کار میکند. حاضر رونالدو در یک سال 32 میلیون یورو پول کار میکند و باز در چمپیونات ها اشتراک کرده 20 میلیون و 600 هزار یورو پول کار میکند. همه این را جمع کنیم 52 میلیون و 600 هزار یورو میشود. رونالدو باز از رکلامه ها پول کار میکند. از همه اسپانسور اساسی رونالدو این فرمه نایک میباشد که در یک سال 14 از 1 میلیون یورو پول کار میکند و کانترکت اینها با همین سال یعنی تا 2020 میباشد. اسپانسور نوبتین ارمانی میباشد که در یک سال 1 میلیون یورو پول کار میکند. اسپانسور نوبتین امیراتس میباشد که این اویا کمپانی میباشد و در یک سال 1.2 میلیون یورو پول کار میکند. اسپانسور نوبتی تاخیر رونالدو ساعت‌های تاخیر رو رکلام میکند که در یک سال 0.9 میلیون یورو پول کار میکند. اسپانسور نوبتی این کوکاکولا میباشد که در یک سال 1.5 میلیون یورو پول کار میکند. و اکنون آخرین اسپانسور که این کنامی میباشد و در یک سال 0.7 میلیون یورو رونالدو از این پول کار میکند و با اسپانسوران دیگر بودند که ما آن را در ویدیو نمودیم چون که از آن رونالدو پول کم به دست میآورد. و اکنون ما متمتیک میگذاریم یعنی حساب میکنیم که 35 میلیون رو و 59 میلیون یورو جمع میکنیم که اون 93 حاصل میشود و اکنون اگر خطا نکنم این پول ها رو به توجیه گردونیم 805 میلیون و 500 هزار سومونی میشود. دوستان عزیز با فکر من با یک جایش خطا نکردم و اگر خطا کرده باشم بخشش در کامنتاری درستش رو شما نویسید و من باور دارم که این 85 میلیون و 500 هزار سومونی میشود. این بود دوستان در یک ماه چقدر رونالدو پول کار میکند و اکنون میگذاریم بر روز یعنی که رونالدو در یک روز چقدر پول کار میکند. رونالدو در یک روز 2 میلیون و 236 هزار و 500 سومون در یک روز پول کار میکند و اکنون میگذاریم در یک ساعت رونالدو چقدر پول کار میکند. رونالدو 93 هزار و 187 سومون و 50 درهم در یک ساعت پول کار میکند و اکنون میگذاریم در یک دقیقه یعنی رونالدو در یک دقیقه چقدر پول کار میکند. رونالدو در یک دقیقه 1552 سومون و 25 درهم در یک دقیقه پول کار میکند یعنی در یک مینوت و اکنون میگذاریم در سکوند یعنی که در یک ثانیه رونالدو چقدر پول کار میکند. رونالدو در یک ثانیه 25 سومون و 80 درهم در یک ثانیه پول کار میکند. البته خیلی در اینجا ما ویدیو رو به آخر میرسونیم. اگر این ویدیو به شما معقول شده باشد پس از من لایک مونید و در کامنتر نویسید که کدام فوتبالیست رو باز من در یک ثانیه چقدر پول کار میکند رو نشون دهم یعنی که ما اوشی فوتبالیست چقدر میباشد. لوبوی فوتبالیستی که شما میخواهید در کامنتر نویسید من حتما مییابم و اون رو به شما ویدیو میسازم. با شما بود پیجی که ابراز تیوی. خیر تا بازدید.